هفته گذشته ما در موضوع خلافت حضرت عثمان با شما صحبت میکردیم و درباره کشورکشایی هایی که مسلمانان تحت سرپرستی و رهبری حضرت عثمان، یعنی در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه انجام داده بودند صحبت داشتیم. اگر یادتان باشد در موضوعی آمدیم که حضرت عثمان مکتوب نوشت که راه قسطنطینیه پایتخت روم فقط از راه اندلس میتواند به دست بیاید. تا زمانی که مسلمانان اندلس یعنی همین اسپانیا امروزه ضبط نکنند هیچ امکان ندارد که شهر قسطنطینیه، شهر استانبول امروزه فتح گردد. اما برای آنکه با موضع طنجه به همون جایی که از اون طرفش گیبرالتر، نیم جزیره گیبرالتر اسپانیا قرار دارد رسند، باید که قوم های بربری را که یک دولت بسیار متمرکز و با قوت داشتن شکست میدادند و به سوی بحر میان زمین راه پیدا میکردند. از این خاطر با امر حضرت عثمان عبدالله ابن ابی سرح والی مصر لشکر آماده کرد. در تاریخ شمارش هم آمده است که 20,000 نفر بودند و به سوی بربری ها لشکر کشید. قوم بربر یک قوم بسیار سلاحشور بودند، مردم جنگاور جنگ آزموده که در مرز تونس لیبیای امروزه زندگی میکردند، یک قسمی از مراکش، و اینا دولت متمرکز داشتند، پادشاه داشتند، مرکز شهر آبادان با نام سبیتله داشتند که در تاریخ نامش آمده است. کسی از تاریخ با خبر است میداند و یک گذشته بسیار با شرف از سر گذرانیده بودند، زیرا در اون مرز سرزمین یک زمان یک دولت با نام دولت کرفگن تأسیس داده شده بود که رقیب سرسخت‌ترین روم حساب میخورد. در همون زمانهایی که حال روم به تقسیم نشده بود، بر روم غربی و روم شرقی تقسیم نشده بود، دولت کرفگن یگانه دولتی بود که در مقابلش استودگری میکرد. حتی گفتیم که یکی از سرلشکرای کرفگن شهر ریم احاطه کرد، پایتخت روم چندین مدت احاطهش کرد، محاصرهش کرد و عاقبت الامر همون سپر خچه به صفت یک رمز غلبه در دروازه روم کوفت و باز قفا گشت اومد. بعدا وقتی که رومی ها عاقبت کرفگن ضبط کردند گرفتن، حتی سناتورهای روم امر کردند که شهر به خاک یکسان کنید، در شهر جو کارید که دیگه آبادان نشود. اما مردم بربر با شهرهای دیگر داشتن، شهرهای دیگر ساخته بودن و از اما اولادای گنیبال شخصی را پادشاه تعیین کرده بودن با نام گریگور، در مأخذهای عربی با نام جریجور آمده است، از بس که در زبان عربی اصلا حرف گ نیست. جریجور. مسلمانان در مقابل قشون همین گریگور لشکر بستند. مدت چندین ماه مبارزه دوام یافت اما به هیچ موفقیت دستیاب نگشتند. عادتا تا پیشین جنگ میکردند. وقتی پیشین که میشد، وقتی طعام نصف روزی است، وقتی نماز است، باز میگشتن، هر کس به مکان و موضع خودش استراحت میکردن تا روز دیگر. تصور کنید نیم روز جنگ میکردن. وقتی که بسیار جنگ طولانی شد، حضرت عثمان عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما صحابی پیغمبر، پسر صحابی پیغمبر، پسر زبیر ابن عوامه، با چند هزار لشکر دیگر به کمک فرستاد. واقعا لشکر بربری ها خیلی زیاد بود، از 100,000 شمارش بیشتر بود است. عبدالله ابن زبیر اومد لشکر مسلمان ها را دید، معاینه کرد که چی نوع جنگ میکنن. در لشکر مسلمان ها یک عده از بزرگای اصحاب پیغمبر، خویش اقربای نزدیکترین شرکت داشتند، از جمله حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت امام حسن، امام حسین نبیره‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت عبدالله ابن جعفر
پسر امک امام حسن و امام حسین است. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص فاتح مصر و والی اول مصر، همون شخصی که قصه غلبه دویم باره و ضبط اسکندریه‌اش هفته گذشته من برای شما بیان کردم. اما از بس که نیم روز جنگ میکردن، بعد نیم روز بود هر کس به وطن خودش میرفت، به مکان خودش. بربری ها در سرزمین خود بودن، قوه هاشون نو میکردن، اما بیچاره مسلمان ها با همون عیده روز دیگر با جنگ میبرومد. عبدالله ابن زبیر اگر چند جوان بود، اما خداوند یک استعداد بزرگ لشکرکشی براش داده بود. اندک پیشتر میدویم، زیرا که اصلا در پروگرام خب موعظه ما دوره و زمان خلافت حضرت عبدالله ابن زبیر که نمیدروید، اندک پیشتر میتویم که عاقبت الامر عبدالله ابن زبیر در همون زمانهای یزید خود را خلیفه اعلان کرد. مدت 9 سال در حجاز دولت داشت، صاحب دولت بود، خلیفه بود و این شخص بسیار پهلوان هم بود، بسیار جسور بود و بسیار محب بود. در کتابای احادیث اومده است، از جمله امام بیهقی در دلایل نبوت خود روایت میکند بار رسول الله صلی الله علیه و سلم حجامت کرد، از رگش خون گرفتند و عبدالله ابن زبیر پسر بچه بود. همون قدحی را که در اون خون گرفته بودن ظرف در دست عبدالله ابن زبیر داد، گفت بر یگونجا زیر خاکش کن، در یگونجا بریزش. عبدالله ابن زبیر از در بیرون شده، نوشیدش. حضرت دعوتش کرد، دید لب و دهنش در خون، گم چیکار کردی؟ گفت یا رسول الله دلم نشید که خونی پاکی ترا بریزم در زمین بخرش، بهترش من خودم بخرمش. حضرت لب و دهنش تازه کرد، او با گفت در زمان زندگی میکنی که خونی زیاد ریخته میشود، خونی خطا میریزه. حضرت عبدالله ابن زبیر شهید شد اخیر الامر. این ما اندک پیشتر رفتیم اگر باز قفا میگردیم سر این موضوع خدمات. از بس که خداوند استعداد لشکرکشی براش داده بود، معاینه کرده نزد عبدالله ابن ابی سرح آمد، گفت با این طریق اگر ما جنگ کنیم سالیان دراز جنگ ما طول میکشد. بیا گفت لشکر را به 2 حصه تقسیم میکنیم، یک حصهش تا پیشین بگذار جنگت، حصه دیمش بعدی پیشین. نصف روزی ما به بیهوده رفته استایی. مردم مسلمان منتظر است که کی مجاهدای اسلام غلبه میکرده باشند. ما در اینجا خطی این مردم کشکش کرده شیشتیم. وقتی که عبدالله ابن ابی سرح همین مسئله را در نزد بزرگان مطرح کرد، در نزد اصحاب بزرگ پیغمبر، همه قبول کردند که گفتن واقعا گپ حقیقی را گفته است، پلانی بهترین پیشنهاد کرده است. و خود عبدالله ابن ابی سرح هم قائل شد، گفت مادام که طراح تو هستی، نقشه‌کش تو هستی، سروری لشکرم در اختیاری تو دادم. حضرت عبدالله ابن زبیر قشون گرفت، به 2 حصه تقسیم کرد، به 2 حصه برابر. یک حصهش با دشمن تا پیشین جنگی، اگر چند از آن وقتی نمازی پیشین هم شده بود امر کرد که خارج نشوه تا خوب مانده شدن دشمن جنگ کنه. خوب جنگیدن، اندک از پیشین هم گذروندن. بعد وقتی که مسلمان ها خفا گشتن، بربری ها هم خفا گشتن، بسیار مانده شده بودن. در همین لگرش اومدن و سلاح های جنگی را یک سو گذاشتن. او کسایی که در بدن زره داشتن، زره ها را نو بر آورده بودن که قشون قسمت دویم قشون که استراحت کرده بود با ندای الله اکبر هجوم کرد. دیگه بربری ها را غافلگیر کردن، نه امکان خط دفاع آراستن، نه دیگر قوت توانایی که مقابل لشکر فاتح اسلام ایستند، و نه ایمان و اقانه که خدای تعالی برای مسلمانان داده به درونو نبود. از این خاطر با پررگی شکست خوردن، چنان تارمارشو کردن مسلمانان که حتی در حین جنگ عبدالله ابن زبیر به همون گریگوری پادشاهشو رسید، به یک ضربه سرش از بدنش جدا کرد و او سر گرفت، در سر نیزه زده برداشت. مردم دیدن، بربری ها وقتی دیدن که شاهشو کشته شد، دیگه قلبشو شکست. اکثرش که از دم شمشیر گذشت، یک حصهش گریختن، خودشون به پایتخت مملکت به شهر سبیتله رساندن، در محکم کردن. عبدالله ابن زبیر مردم دیگر استراحت نداد،
ببینه لشکرکشی واقعی چی نام بشود. پیش از او که به شهر سمیتله یگان کمک برسد از گرد اطراف امر کرده و شهر احاطه کردند. وقتی که مردم شهر دیدن که دیگر از هیچ جا کمک به اونا نمیرسد از دری گفت و شنید وارد شدند که ما هر شرط قید باشد قبول داریم اما جانهامون امان میخواهیم، بر جانمو باید زیان نرسونید. مصطفی دایا تجربه تبا شوشینه ایدار میبروید. پس حضرت عبدالله ابن زبیر با غلبه و پیروزی با غنیمت جنگی به نهایت زیاد در تاریخ ها اومده است که به هر یک سواره مسلمان 3000 دینار طلا و به هر یک پیاده 1000 دینار طلا رسید. دینار طلایی، سکه های طلایی. و دختر گریگور پادشاه هم به اسارت افتاده بود. عبدالله ابن زبیر با سر گریگور و با دختری به اسارت افتاده شو با خمس پنجه که از غنیمت برای بیت المال مسلمانان جدا می شود فاتحانه به مدینه منوره آمد. بعدا حضرت عبدالله ابن ابی سرح قسمت های باقی مانده تونس ضبط کرد تا همون موضعی که با نام طنجه معروف است. یک تنگه است، یک جای تنگیه که تخمین مسافه 38 کیلومتر است. او طرفش قطعه اروپا می شود. از او طرف آب همون موضعی که امروز با نام گیبرالتر معروف است همونجا می شود. آخران قلعه که مسلمان ها ضبط کردن با نام عجم مشهور است و به همین شکل به بحر میانه زمین خارج شدند. همزمان یک چند ماه از این واقعه نگذشته بود که معاویه جزیره کیپر که در مأخذهای اسلامی با نام قبرس یاد می شود ضبط کرد. جزیره کیپر هم میدونه پایتخت شهری نیکازیه یا نیکاسیه. امروز همین جزیره در بحر میانه زمین است بین دو دولت، بین ترکیه و سوریه. یک حصه مردمش نیمی مردمش ترک های مسلمان تشکیل میکنن امروز، نیمی دیگرش یونانی ها. حالی کیپر بعد دولت جداگونه تقسیم است. نمیدونم بکنه سری موحده اومدن حالی یک پرزیدنت انتخاب کردن عاقبت کارشو چی میشود نمیدونم. راستی دائم بین مسلمان ها و بین نصرانی ها در همین عصر 20 همیشه جنگ جدال ها بود. از خاطر این جزیره کیپر چندین بار مناسبت های بین دولت ترکیه اسلامی و بین یونان قطع شده است. یکیش پشتی یونانی ها را میگرفت نصرانی ها را، دیگرش پشتی مسلمان ها را. همین جزیره قبرس تحت سرپرستی روم قرار داشت. یک زمین حاصل خیزی دارد. هر سال از برای دولت روم 7000 دینار طلا میداد. در بدل دولت روم حمایه و پشتیبانی همین جزیره و اهالی جزیره را به عهده گرفته بود. معاویه که امیر شام بود در زمان خلافت حضرت عمر چندین بار به حضرت مراجعت کرد که یا امیر المؤمنین اجازت ده من جزیره قبر اشغال کنم. جزیره کیپر جزیره او قدر مساحت کلان ندارد، 9000 والله اعلم 251 کیلومتر است، 9251 کیلومتر مربع. اما در یک موقع بسیار مهم استراتژی قرار دارد. در بین بحر است، گرد اطراف همه شهر و مملکت های آبادان. اما حضرت عمر اجازه نداد. گفت مسلمان ها به قدر کافی لشکر بحری ندارند، کشتی ها نداریم و ما در جنگ بحری یگان تجربه نداریم. در صورتی که دولت روم دولت بزرگترین بحری زمان خودش بود. این جنگ بحری از جنگ خشکی فرق میکند، با شما خوب میدونه میره. در زمان گیتلر گرمانیا گیتلری تمام اروپا را ضبط کرد گرفت با استثنای انگلیا. چرا انگلیا را نگرفت؟ برای اون که انگلیا جزیره است، جزیره بریتانیا کبیر میگن و امکان نداشتن که نمیس ها همین لمنش بگذرن
در جنگ حربی زورشو به انگلیسان نمیرسید. در جنگ خشکی در همه جا ترمور میکنن انگلیسان را، اما در جنگ حربی، در جنگ کشتی ها زورشو به انگلیسان نمیرسید. دولت انگلیا در همون عصر زمان دولت پر اقتدار، یعنی در عصر 20 در سالهای جنگ دوم جهان در نظر دارم، دولت پر اقتدارترین بحری دنیا بود. حاضرم فلوت انگلیا به نهایت قوی است. حتی وقتی که شهر لندن نمیسا بمباران کردن، چرچیل گفتن چی میشود؟ انگلیا تسلیم میشود؟ گفت هرگز نه. اگر گفت نیم جزیره، اگر جزیره بریتانیا را ضبط کرده بگیره هیتلر، خشون انگلیس در درون کشتی ها با چندین سال قتش جنگ میکنن، زورشان میرسه. ببینید الان دولت روم هم در عصر زمان خود دولتی بزرگترین بحری بود، تجربه کافی داشت، کشتی های زیادی جنگی داشت. از همین خاطر حضرت عثمان به معاویه اجازه نداد، گفت داخل نکن مردم در این مهلکه. در زمان خلافت حضرت عثمان معاویه باز به شدت به اصرار طلب کرد که اجازه ده یا امیرالمؤمنین تا اینکه جزیره کیپر ما ضبط کنیم. بسیار بعضی یک پایگاه نظامی خوب می شود. در ابتدا حضرت عثمان راضی نبود، اما بعدا با فشارهای معاویه راستی که از بس که از حد زیاد طلب زیاد کرد، خب رضایت داد، اما گفت کسی را مجبوراً به عسکری نمیگیری، اعلان کن هر کسی اختیاراً خواهد همراه میگیری، کسی نخواهد برای مجبوری باید نباشه. در مسجد اعلان شد که هر کسی که میخواهد در جنگ بحری شرکت کند بیاید. جنگ بحری را پیامبر تعریف توصیف های زیاد کرده است. ببینید در زمان هایی که مسلمان ها یک کشتی نداشتند، از بحرها فرسخ ها دور بودن، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در باره غازی بحری وقتی که سوالش کردن گفت فضل الغازی البحر علی الغازی البر کفضل الغازی علی القاعد. فضیلت و ثوابی که غازی در جنگ بحری میگیرد از فضیلت غازی که در خشکی جنگ میکند به حد زیاد است که مثل همین فرق بین غازی با یک نفر شخص خانه نشین. یعنی در بحر کسی جنگ میکند، اجر ثوابی که از این جنگ حاصل میکند به مراتب از خشکی زیادتره. حضرت باره در خانه خوله انس ابن مالک رضی الله عنه خواب بود، در خانه ام حرام. مادر انس ابن مالک ام سلیم و خالش ام حرام برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل مادر خوله بودن، مثل مادر خوله حقیقی. حضرت از خواب خیست تبسم کنان. ام حرام گفت پدر و مادرم فدات شود یا رسول الله چرا میخندی؟ گفت یک عیده از غازی های مسلمان را دیدم که بحر شکافته و در کشتی پیش می روند، ملکا را ضبط میکنند. ام حرام گفت یا رسول الله دعا کن که منم ای زمره همونا باشم. زن ببینه غیرت چه؟ حضرت در حقش دعا کرد و دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم استجاب شد. ام حرام زوجه عباده ابن صامت بود، صحابی پیغمبر. در همین با کیپر رفتن عباده ابن صامت هم اختیاراً در قشون شریک شد. همراهش ابوذر غفاری بود، از بزرگان از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مقداد ابن اسود بود، ابو دردا بود و دیگر صحابه های بزرگ همراه لشکر مسلمان در کشتی سوار شدند. از طرف دیگر از پورت اسکندریه، از بندر اسکندریه با امر حضرت عثمان عبدالله ابن ابی سرح والی مصر حرکت کرد. خلوت ناخست اومدن در جزیره کیپر فرود اومدن، دیگه جزیره را احاطه کرده بودند. مردم کیپر را غافلگیر کردند، همچنین امپراتوری روم را نیز اونو درک نداشتن. ناخست دیدن که علاقه جزیره از جانب مسلمان ها احاطه شده است، محاصره شده است. دیگر مردم کیپر چاره نداشتند، تسلیم شدن، گفتن ما به جنگ تسلیم میشویم، قدرت جنگ کردن با شما را نداریم. و حضرت معاویه یک چند شرط های را در نفسش مطرح کرد که اگر همین شرط ها را قبول داشته باشه
بسیار خوب، همین جزیره تو از خطو، ما با شما کار نداریم، نه با مال تو نه با جانتون. شرط اول، هر سال اهالی جزیره با مسلمانان به مقداری هم 7000 دینار طلا باید که زیمه میدادند هر سال. با جوانمردی مسلمانان را ببینه. شرط دیگه‌اش آن بود که اگر همین مردم جزیره کیپر که نصرانی بدن، اگر بخواهن که به همین روم و ما 7000 بتن، مرحمت ما معنی نمیکنیم، بگذار بتن. دیگر مسلمانان عهده‌داری و مسئولیت محافظت جزیره را به گردن نمیگیرن. همین جزیره میدونم کاری خودش، یعنی که اگر ما بودو یگون دشمن غیر به جزیره هجوم کرد، مسلمانان مسئول نیستن که ای پشتی این جزیره خیزنه با دیگران جنگن. ببینید چه شرط های مفید برای مسلمانان پیشنهاد شد. دیگر از شرط ها آن بود که اگر ما بودو رومی ها قصد هجوم به ممالک اسلامی را کنند به مرز اسلام، اهالی جزیره مسئول و موظف بدن که خبر کنند مسلمانان را از همین هجوم رومی ها، مسلمانان را آگاه سازند. خب یکی دیگر از شرط ها این بود که مسلمانان جزیره کیپر به حیث یک پایگاه نظامی هنگام لشکرکشی به دیگر ملک ممالک ها استفاده میبرند. ببینید نقشه چی است؟ چرا کیپر ضبط کردند؟ برای آنکه در جنگ های بعدینه برای ضبط قسطنطینیه یک پایگاه بسیار بزرگ حربی می شود، از همونجا لشکرکشی آسان‌تر می شود. و نهایت شرط آخران، یک گروه از مسلمانان در کیپر به خاطر خوب نمایندگی و چی بگیم به خاطر معاینه باید که سکونت میکردن، از احوال از کردار روم مسلمانان را با خبر میکردن و رهبرای جزیره هم موظف بودن که تمام معلوماتی را که در هر مورد داشتن نزد همه مسلمانان مطرح کنند. حضرت عباده ابن صامت همراه اویلش ام حرام به نمایندگی در کیپر ماند. حتی همون بزرگوارا رو ببینه که قبرشو در کیپر است تا به هنوز. اون مردم صالح، اون مردم جوانمرد تمام زمین خدا را زمین خود میدانستند. وصیت هم میکردن که مردم را در کشتی بار کنه به مدینه را ببره. در جزیره کیپر وفات کرد از حضرت همراه اویلش، در اونجا گورانده شده که وقتی که جزیره کیپر ضبط شد از مسلمانان شد، همچی یک پایگاه نظامی و یک مرکز اطلاعاتی برای لشکر اسلام استفاده میشد، قیصر روم دیگر در دهشت افتاد. دید که وضعیت بسیار ناگوار و بد است. خاصتا وقتی شنید که حضرت عثمان دو سرکرده، دو عبدالله را، یکیش عبدالله ابن نافع ابن ابی القیس و دیگرش عبدالله ابن نافع ابن حسین به سوی اندلس فرستاده است، دیگر جای ششتنش نمیافت کنستانتین امپراتور روم. این دو سرور دلاور هم در یک چند کشتی آمدن در اندلس یا در اسپانیا فرو آمدن و یک شهر را ضبط کردن، همونجا را یک چه بگم یک قلعه کردن، قلعه مسلمانان. حضرت عثمان امر کرده بود که شما باید همونجا مرکز گیرید، یک مکانی را اختصاص دهید، بعدا وقتی که لشکر مسلمانان رفت جای داشته باشن برای فرود آمدن. اینو پیشاهنگان لشکر مسلمان بودن. دیگر کنستانتین اندیشه کرد که چیکار کنم، وضعیت ناگوار است، از همه طرف احاطه میکنن. آخر الامر با مشورت با رهبرای دولت به قرار آمدن که آخران جنگ، آخران کارزار را با مسلمانان میکنیم. اگر پیروز شدیم مسلمانان را پیش میکنیم، اگر پیروز نشدیم خیلی با شرف در جنگ هلاک میشیم، علاج دیگر نداریم. ببینید این به سعادت ها را که دست صلح و دست آشتی را دراز نکردن، تا به هنوز در چشم اونا عرب ها مردم جاهل، بی سواد، بی تمدن دانسته میشد. مردم ور میگفتن عربا، مردم بی مدنیت، مردم بیابانی، یابایی. با صلح راضی نشد. اما جنگ مسلمانان را در جنگای زمینی دیده بودن که چه خیلی جنگ میکنن.
هنوز تلخی شکستایی که در مرز روم از مسلمان ها چشیده بودن حال ای دماغشون نرفته بود. یا داشته باشه هفته گذشته برای تو قصه کردیم که چی نو حبیب ابن مسلمه وقتی که با زنش وداع میکرد گفت واخری من و تو یا در خیمه موریان سرلشکری رومیا خواهد بود یا در جنت. و این جنگاور دلاور آخر الامر موریان قتل کرد، لشکری روم خیلی گریزون 50-60 کیلومتر گریزون. وقتی که قفل گشت آمد دید که اویلش در خیمه موریان منتظرش ایستاده است. گفت همون میعادگاه هست اینجا، به همون میعادگاه برگشتم آمدم. و نیز برای شما قصه کردم که چی نو حضرت عمرو ابن عاص بار دوم اسکندریه را فتح کرد. در هنگام جنگ ایمانوئیل سرلشکر نامدار روم کشت و چی نو لشکر رومی ها را پره تارمار ساخت و دیوار اسکندریه را به خاک یکسان کرد و در همون موضعی که غلبه به دست آورده بودند یک مسجد تأسیس داد که تا به حال با نام مسجد رحمه معلوم و مشهور است. هر کسی به مصر بروه میبینش. مثلا نمی شخصایی که به سیاحت بروند به مصر در اونجا نماز بخونن الحمدلله. از این خاطر این تلخی مغلوبیت تا هنوز از دماغشون نرفته بود. اونا تکیه را به قوه‌های بحری کردند که در بحر مسلمانان را شکست میدهیم. وقتی که پیروزی و غلبه به دست آوردیم دل مردم گرم می شود. بعدا وقتی که به لشکر طلب شو کردیم با رغبت با شوق بیشتر یاینده در قشون وارد میگردند. از همین خاطر اعلان کرد، اعلان جنگ. قشون زیاد جمع آورد، در 500 کشتی حربی نشان. 500 کشتی تصور کنید، در حال حاضر در دهشت میغلطه 500 کشتی را جمع آوری شد و به سوی اسکندریه روانه شدند. قبطی های مصر از نقشه قیصر روم که با خبر شدند در حال به عبدالله ابن ابی سرح والی مصر مکتوب فرستادند که قیصر روم با قوه زیاد هجوم میکند. عبدالله ابن ابی سرح هم امر کرد تمام کشتی ها را جمع آوری کردند. 200 دانه کشتی بود است. 200 دانه کشتی که اکثریتش از اون مردم مصر بود، از قبطی های مصر گرفتن، بعضیش به اجاره حتی گرفتن و مسلمان ها سوار شدند و به مقابل دشمن حرکت کردند. این جنگ اولین بحری مسلمان ها با رومی ها است، با نام حرب ذات السواری در تاریخ مشهور است. در بین بحر نزدیک به همین اسکندریه، بندر اسکندریه به هم ملاقات کردند. شب بود. نماینده هاشون به هم دیگر مصلحت کردند که تا روز ندمد، تا صبح نشود جنگ شروع نمیکنیم. مسلمان ها را قبول کردند، رومی ها نیست. وقتی که روز شد مسلمان ها پیشنهاد کردند که بیایید، مردم در بحر بسیار تلف می شود، بیایید به خشکی برویم، جنگ در خشکی کنیم. اما این رومی ها ضرب شمشیر اسلامی را چشیده بودند در خشکی. با یک آواز گفتن بحر، ما بحر قبول داریم. شمارشون هم زیاد بود، تجربه شون هم بیشتر بود. اونا میدونستن که مسلمان ها همون اسباب های نفت انداز ندارن یا کم دارن. زمانهای پیش این پوشکه ها نبود، منجنیق های مخصوصی بزرگی در کشتی نصب میکردن، بعد همین بوشکه های پری نفت آتش میزدند، با واسطه هم منجنیق به کشتی دشمن میپرتوفتند تا در بگیرن. طریقه جنگ همین نو بود. اگه تصور کنید که مسلمان ها قریب کی نداشتن، از دور بعد شروع کردند همه خیل کشتی ها را دیگر بوشکشاب کردند. دیگر بسیار کشتی ها در گرفت، یک ترس حراس در میان مسلمان ها جاری شد. اما در همین لحظه حل کننده شیرمردای خدا، صحابه های پیغمبر با یک ارادت بسیار کامل هر کدام در کشتی خود با متانت از برای تمام سرنشینای کشتی، از برای مجاهدای اسلام یک نمونه عبرت شدند. تصور کنید که در جنگ شاید اولین شده مسلمان ها همی ابردش استفاده بردن. ابردش میدونه بعدا وقت راهزنای بحری یگان کشتی را میخواستن غارت کنن، این عصرهای میانه ده کشتی های راهزن بودن که پیرتی میگن در بحر. با کشتی نزدیک میشیدن، بعد امر میشید که نه ابردش بیرید، نه ابردش اینا در ابردش بگیری. بندهای مخصوصی که در سرش چنگک است، یک چنگک نه 5-6 چنگک داره، میپرتویند در اون کشتی
بعد میکشن کشتی را به هم جوس میکنن، ای کشتی خشو در اونجا میگذرن. الان آبردش مسلمان ها استفاده بردن. چنان قتل شد، چنان جنگ شد که تاریخ مثلش نمیدونه. از بس که قلب ها مطمئن بود به خدا، از بس که آیت خدا، آیت قرآن زمزمه میکردن که خداوند براشو بشارت داده است: استعیذ بالله کم من فیعة قلیله غلبت فیعة کثیرة باذن الله والله مع الصابرین. خداوند میگه چی بسا میشود، چی حالتهای زیاد میشود که لشکری کم با اذن اجازه پروردگار بر لشکر زیاد غالب می آید. خداوند همراه صابرا است. و چنان تارمار کردن خشون روم که فقط خودی همون کنستانتین امپراتور روم با یک عده همون رفیقا و خیش اقرباش در یک کشتی جان به سلامت بردن، همه را دیگه قتل کردن. حتی در تاریخ ها آمده است که از خون مردم اعم از رومی و از مسلمان بحر سرخ شده بود. تصور کنید از یک طرف 500 کشتی، از یک طرف 200 کشتی با هم دیگر جنگ میکنن. چی جنگی؟ قیصر خودش زخمی شده بود. ابن اسیر در کامل روایت میکند که آمد گریخته به یک عذاب خچه به جزیره سیچیلیا رساند. جزیره سیچیلیا در مأخذهای اسلامی با نام جزیره صقلیه معروف است. صقلیهش میگن. این هم سیچیلیا امروزه. حمد کینوی کمیسر کتانی را تماشا کردگی با فکرم. اگه گرافیا هم که سیچیلیا را ندونه، اوی کینو میدونه. مملکت مافیازها، مافیا. این مردم سیچیلیا بسیار مردم خونگرمن، ایام پیش خونگرم بودیم. وقتی که کنستانتین میاد به این جزیره، رومی هایی که در سیچیلیا زندگی میکردن به شور آمدن که تو بدبخت چیکار کردی؟ با این کار ایت کردی. اولا دین نصرانی را در زیر خوف و خطر گذاشتی. ثانیاً بهترین جوانای ما را گرفتی بردی در جنگ هلاک کردی. اگر حاضر مسلمان ها هجوم کنند دیگه کی ما را محافظت میکنه؟ و از شدت خشم و غضب امپراتور کنستانتین به دست خود زدن کشتن. احوال شخصی گریزه همین میشود. خشم به حال جوان مردی که در جنگ با دشمن که برآمد تا آخر فداکارانه جنگ کنه. تاریخ گواه است هر سرلشکری که جان فدایی میکنه غالب همو است، غلبه جانب همو است. اما کسی بزدل است، یک چشمش پیش است، یک چشمش قفا که چی نو کرده جان خود به خلاص کنم، عادتا مغلوب میشود. برای شما مثال زیاد آوردن در کور حسابی. صدام حسین یک نمونه بسیار بارز است برای ما و شما. عاقبت الامر کنستانتین به همین طور فاجعه‌ای به دست مردم خود به قتل رسید. کنستانتین که بعد وفات پدرش آرزوها داشت که ملک روم ایسر نو باز از دست مسلمانان گشته بگیرم و دولت روم با به همون اقتدار پیشینش یک دولتی ابرقدرت بود گفته بودیم برسانم. عاقبت الامر به یک طور فاجعه‌ای از دست رومی های خودش به قتل رسید و مسلمان ها چنان غلبه به دست آوردن که دیگر بعد این رومی ها نه در جنگ بحری نه در جنگ خشکی جرأت نمیکردن در مقابلشون ایستن. و همین طریق راه به سوی اسپانیا، به سوی اروپا برای مسلمان ها کشاده شد. گفتیم در زمان خلافت حضرت عثمان در سال 27 هجری به امر حضرت عثمان 2 نفر از جوان مردا، هر دوشان عبدالله ابن نافع هستند. ابن کثیر در البدایه و نهایه هر دوشان عبدالله ابن نافع آورده است، اما برای آن که از هم دیگر فرق کنند نام باباهاشون هم آورده است. یکیش عبدالله ابن نافع ابن ابوالقیس، یکی دیگرش عبدالله ابن نافع ابن الحسین. اما در بعضی کتاب‌های دیگر چشم مفتوح دیدم یکیش با نام عبدالله ابن قیس ذکر میکنن، دیگرش با نام عبدالله ابن نافع. شاید کوتاهش کردیم، ما هم عبدالله ابن قیس عبدالله ابن نافع میگیم. این 2 جوانمرد برای مسلمانان سرزمین اول در اسپانیا ضبط کردن. شاید در تاریخ خواندگی، شاید در آینده میخونه که نوشته شده است که فاتح اندلوسیا طارق ابن زیاد است. طارق ابن زیاد
شخصی که گلوگوی گیبرالتار به نام همون نامگذاری شده است. راستی که ما هم همین را خونده بودیم. پس چه مناسبت است در اینجا که در کتابا اومده است که در زمان خلافت حضرت عثمان اندلس ضبط شد، در صورتی که طارق ابن زیاد در زمان ولید ابن عبدالملک زندگی میکرد سال 91 اندلس ضبط کرده است، سال 91 هجری. حضرت عثمان سال 35 هجری به شهادت رسیده است. بین اینا علما و مورخان توفیق میدهند به این که عبدالله ابن قیس و عبدالله ابن نافع فقط یک مکان، یک موضع را ضبط کرده بودند، یک شهر را تصرف کرده بودند، نه کل اسپانیا را. اما طارق ابن زیاد تمام ملک اندلسیه را ضبط کرد. راستی ما زمان خلافت ولید ابن عبدالملک نقشه نداریم که بیان کنیم، از او خاطر درباره ضبط اسپانیا هم که جای سخن اومده است، اگر چنده که با موضوع حضرت عثمان داخل ندارد میخوام یا روشنی بدازم، زیرا این تاریخ است. ما و شما باید بدونیم که سرمنشه رنسانس اروپا، احیای اروپا از کجا بود، تمدن از کی یاد گرفتن، علم و تکنیکش و از حساب کی پیش رفته است. در زمان پادشاهی و حکمرانی ولید ابن عبدالملک اموی، طارق ابن زیاد لشکرکش مسلمان یک لشکر 12,000 را تأسیس داد که والی مغرب موسی ابن نصیر براش مجهز کرد. اکثریت لشکر را بربری ها تشکیل میدادند، همون بربری هایی که الحمدلله مسلمان شده بودند، عرب نه، بربری ها. امروز ما میگیم که الحمدلله زبان مردم الجزایر عربی است، زبان مردم مراکش عربی است، زبان مردم لیبیا عربی است، زبان مردم تونس عربی است. یک زبان اونا دیگر بود، او مردم مسلمان شدن، زبان عربی را قبول کردن، با نام بربری یاد میشوند. بربرها اکثریت لشکر بربرها تشکیل میکردند. 12,000 نفر در 5 کشتی سوار شدند و حرکت کردند به سوی اسپانیا و در همون گلوگوی همون نیم جزیره که با نام گیبرالتار معروف است، یک مرکز استراتژی بسیار مهم است، تا به امروز در دست اسپانیا نیست. انگلیس ها اجازه نمیتر اسپانیا بگیرش، انگلیس ها همونجا را اداره میکنن، کوالیسیون بین المللی است میگن، خودشون تنها ادارش میکنن. بسیار مرکزی مهم است، جایی که از بحر میانه زمین به اقیانوس اتلانتیک راه است، از همونجا از همون تنگی داخل شد به خاک اسپانیا. اسپانیا یک سرزمین بسیار حاصلخیز، یک سرزمین بسیار زیبا است، در تاریخ آمده است که از طرف گوتها، قوم‌های گرمانی اسپانیا ضبط شد. یک زمان در اسپانیا گال‌ها زندگی میکردند، بعد در زیر تصرف رومی ها در اومد. اما وقتی که قبیله های گرمانی پیدا شدند، از جمله همین گوت‌های جنگاور، اسپانیا را ضبط کردند، فرانسیا را ضبط کردند. مثلا همون عصر زمان ها در فرانسیا دولت در دستی گرمانی های فرانک بود، بنام همون فرانسیا نامگذاری شده است. در اسپانیا به دست گوت ها گذشته بود. این مردم بسیار مردم جنگاور بودند، امپریای روم غربی را همیا تارومار کردند، به خاک یکسان کردند. چنان مردم مبارز بودند که حتی در تاریخ ها میخوانیم که وقتی آمدند در شهر ریم احاطه کردند، امپراتور روم غربی آدم فرستاد نشد، پول مال زیاد براشون وعده کرد، اما قبول نکردند. خواست ترسشون بده، گفت قشون رومی ها به حد زیاد هستند، به حد تیرانداز بسیار داریم که اگر همین یک باره به یک امر تیر بزنن، آفتاب بر شما میپوشونن، دیگه آفتاب روشن نمیبینه، تیر همه قضیه چه میگه که دیگه آفتاب به شما میپوشونن. سردار قبیله شو گفت که هیچ گپ نمود، در سایه جنگ میکنیم، برای ما بهتره. ببینید میخیل مردم غیور بدن گوت ها. در اسپانیا شاه فریدریخ گوت حکمرانی میکرد، سردار این همین قبیله مبارز جنگاور.
اول یک وقت شنید که 12,000 عرب در 5 کشتی آمده است هیچی پیسه نکرد. یک قشون همون برابر عرب ها گویا فرستاد در مقابل شو که اونو را بزنه از خاک ما پیش کنه. اما چنان شکست خورد در اون قشون که فقط طارق ابن زیاد امر کرد 1 نفر از زنده مونه بفرسته شد. دیگه همش از دم شمشیر گذاشتن. بعد فریدریخ فهمید که اینجا گپ دیگر است. این رومی های ترسو و ترسانچک نیستند. این مردم بسیار مردم غیور و با غیرت با ایمان هستند. در تاریخ آمده است که 100,000 قشون جمع کرد بر ضد 12,000 لشکر، با همه و دمدمه با پیشکی آدماش نزد مسلمان ها فرستاد ترس داده که آمده ما که یگان تا دیگه زنده نمیمونه، به همین شخص میریم ملکای خودتون هم ضبط میکنیم میگیریم. طارق ابن زیاد وقت دید که وضعیت بسیار بد است. این سال 91 هجری است بچه‌ها. 5 کشتی را امر کرد آتش بزنه. کشتی ها را سوزاندن. وقتی لشکری ها دیدن دیگه در دهشت غلطیدن. گفتن تو چی کار میکنی یا طارق؟ آخه یگانه وسیله رابطه ما با مملکت بون همین کشتی ها بودن. تو گرفتی وسیله ها را همه را قطع کردی، چه ما دیگه با وطن ما میگردیم؟ طارق گفت یک خطبه بسیار تاریخی کرده است. خدا رحمت شو کنه. اینایی که جوان مردا بودن که اسلام پیروز میشد، اینایی که جوان مردا بودن که اسلام در سراسر عالم منتشر شد. گفت مسلمانای محترم، در پشت و قشون 100,000 دشمن ایستاده است در قفات و بحر، یا همین قشون 100,000 را تارمار میکنه غازی میشوه، همین ملک سرزمینی که ملک سرزمین پروردگار شماست مال شما میگرده، یا جوان مردانه در راه خدا شهید میشوه راست جنت میروه، یا مثل ترسو میگریزه در بحر میدروه در بحر غرق میشه. علاج دیگه نداره. یک افتخار بسیار بزرگ داره ما مسلمانان که همین سرلشکرها در تاریخ ما گذشته است. حضرت علامه اقبال لاهوری و الله اعلم سال 30 یا سال 31 سال 1930 در یکی از کنفرانس های دولت های اسلامی اشتراک کرده است. سخنرانیش به زبان انگلیسی بوده است و وقتی یک سخنرانیش خلاص میکند به یک پارچه شعر به زبان فارسی میخواند و ترجمان برای مردم ترجمه میکند. اونجا از مملکت های زیادی اسلامی مردم نماینده های شرکت داشتند. حضرت میگه طارق چو بر کناره اندلس سفینه سوخت، گفتند کاری تو زینگاه خیرت خطاست، دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترکی سبب ز روی شریعت کجا رواست. وقتی طارق ابن زیاد میگه کشتی ها را سوزان مردم دیوانه شدند که تو چرا این کار کردی؟ ای نظر شریعت همین کاری تو نادرست است. خندید دست خیش به شمشیر برد و گفت هر ملک ملکی ماست که ملک خدای ماست. نگفت که مردم مشتون را سر تو بگیره، نامرد باش و زنده باش یا بلو کنیم خدمون با وطن رو برسونیم. نه، گفت همین ملک خدای ماست پس ملکی ماست، چاره نداریم. و همین قشون 12,000 نفره چنان با صمیمیت، با جدیت، با غیرت و حمیت بر ضد قشون 100,000 گوتها که تمام یه رو پر بلرزه آورده بودن جنگی که در جنگ اول در همون روز اول مغلوب شو کرد. و در جنگ فریدریخ همون پادشاه نامدار شد به قتل رسید. این فریدریخ پسر عمکای کارل کبیر بود است. کارل کبیر کسایی که در مکتب تاریخ بیانه خوندن میدونن، پادشاه نامدار فرانک ها، شخصی که دولت فرانسه را بار اول اساس گذاری کرده است. غلبه را ببینه، پیروزی را ببینه و یک شهرهای اسپانیا، مملکت ها و کشورهای اسپانیا را مسلمان ها ضبط کردن گرفتن. اسپانیا عبارت از چندین مراکز یا دولت های جدا جدا بود. تا به حال همون ناماشو در تاریخ اسپانیا هست، اکثریتون میدونه. بله شیکو با کماندوهای فوتبالش میدوننش، سیاحت در نتیجه سیاحت شو، شخصایی که از علم برخوردار هستن، از علم جغرافیا خاصتا از همون علم
бардоштагишон. Масалан дар Испания дар ҳамун замон марзҳои ободу кишварҳои обод якчанд то буданд. яке бо номи Севилия маъруф аст. ҳамад медунед ба фикрам. Севилия як командаи футбол ҳам аст ба фикрам. Севилия дар таърихҳои исломӣ бо номи Ишбилия маъруф аст. яке бо номи Кастилия, қаштолаш менависанд арабҳо. яке бо номи Гранада ё Гренада ки дар таърихҳои исломӣ бо номи Ғарнота омадааст. яке бо номи Арагон дар таърих бо номи Ороғун омадааст. яке бо номи Кардоба, русо Кардоба мегӯянд, ки дар китобҳои мо бо номи Қуртуба омадааст ва олимову муфассирои бузурге дорем, мисли масалан имом Қуртуби, соҳиби тафсири маъруфи аҳкомул Қуръон, ки зодаи ҳамун сарзамин аст, тарбияёфтаи ҳамун сарзамин аст. ва ҳамин мулкҳо як як ба дасти мусалмонҳо ғалтиданд ва мусалмонҳо дар ин сарзамин давлате ҷур карданд, тамаддунеро тарҳрезӣ карданд ки оқибатул амр тамоми тамаддуни Аврупо, ренессанси ки аврупоиё имрӯз ин қадар ифтихор мекунанд, сарчашма аз ҳамин мамлакат гирифт, сарчашма аз мусалмонҳо гирифт. ҳақиқатан чӣ шарафу ифтихоре ки бори аввал мусалмонҳо дар Аврупо мактабҳои олӣ таъсис додиянд. бори аввал мактабҳои олиро агарчанде имрӯз баъзе мусташриқҳо бо ҷаҳолат даъво мекунанд ки гӯё мактабҳои олии ибтидоӣ дар юнони қадим, руми қадим буд, аммо ин дурӯғ аст. мактаби олӣ ба ҳамин шаклҳое ки имрӯз аст, бо кафедраҳош, бо синфхонаҳош, бо лабораторияҳош аз ҷониби мусалмонҳо бори аввал таъсис ёфтааст. махсусан Қуртуба маркази давлати мусалмонҳо таъсис шуд. якчанд муддате таҳти мақсад ки дар дасти умавиё буд, баъдан вақте ки аббосиё сари қудрат омаданд, шояд муддати 7-8 сол зери султаи аббосиё гузашт, аммо вақте ки умавиҳо билкул куштаву нест шуданд, охирон подшоҳи умавӣ вақте ба қатл расид, яке аз намояндаҳои хонадони умавӣ бо номи Абдурраҳмон ибни Ҳишом ибни Абдулмалик мулки Қуртубаро забт кард ва давлати умавиҳоро таъсис дод. дар тамоми қаламрави мусалмонҳо мулки аббосиҳо шуда буд, фақат дар Қуртуба, дар Андалус, дар дасти хонадони Бани Умайя боқӣ монд ва тамаддунеро оно тарҳрезӣ карданд ки назир монанд надорад. як мақолаи ҳазрати Муҳаммад Тақӣ Усмониро хондам, олими бузурги замонаи худмон асти, муфтии Покистон. дар ҳамин анҷумани вобаста ба ҷашнвораи имоми аъзам Абу Ҳанифа ҳазрат ширкат дошт. саёҳатша ба Испания, ба ҳамун Қуртубаву ба Ишбилияву амсоли ино баён мекунад. таассуроти худша дар зимн гуфтааст. тасаввур кунед, охид шаҳре ки 490 масҷид дошта бошад. тасаввур мекунед? масҷидои бузург, масҷидои зебо. масҷиди ҷомеи Қуртуба то ба ҳол яке аз масҷидои калонтарини дунё аст. афсусу сад афсус ки бо ҳазор баҳона то ба имрӯз мусалмонҳоро иҷозат наметиҳанд ки дар уҷа намози ҷамоат бихонанд. ҳамчия ёдгории таърихиш кардиян мондиянаш. масҷид валлоҳу аълам 1417 сутун дорад. ака тасаввур кунед ки чӣ қадар калон аст. то ба ҳол яке аз масҷидои калонтарини дунё ҳисоб мехӯрад. чунин масҷидеро тарҳрезӣ карда буданд. шаҳре ки мардум ба китобхонаҳош ифтихор мекард, ба молу сарваташ не. Муҳаммад Тақӣ Усмонӣ қисса мекунад ки аз ҳамон китобҳои пешина барои як шахс як китоб лозим будааст, бисёр китоби фиқҳӣ муҳим, нодир. худаш аз Ишбилия будааст, аз Севилия. суроғ карда меояд шаҳри Қуртуба. дар ҷое ки ба музояда китоб мефурӯхтиянд, ҳамунҷа нохост ҳамун китоба мебина. китоби
لازم شه. مزایده را میدونی نه؟ اuksion که زیادتر میفروشه، که زیادتر پول مقصد پیشنهاد میکنه. در مزایده میوه وقتی که کتاب میبینه یک نرخش میکنه که من به فلان نرخ بخرم، یک آدم دیگه در پهلوش ایستادگی یا مسلمان دیگه او همه زیاد کردن میگیره، زیاد کردن میگیره. کار ای حد میگذره، اخیر الامر نرخ به درجه میاره که این بیچاره فکر میکنه که خونه و در من که بفروشم زور اونا میرسه. بعد طرف اون شیخ میگه یا شیخ خشو به حال دی قدر کتاب دوستدار بوده، ایت خیلی عالمی کلونی، اگر این برای تو همین کتاب بسیار مهم باشه خیلی من بس کنم آخی دیگه سودا نکنم. گفت برادر من فقیه هم نه علم دارم، فقط یک کتابخانه دارم. همون کتابخانه دا دیدم که در رف یک جوهک بر از میری همین کتاب خالی ای، همین را خواستم که برام بمونه باشه. یعنی با کتاباشو ببینه، با کتابخانهاشو افتخار میکنن مردکو، تو همین حد علم و دانش پیش رفته بود. قاضی ابن رشد یک عالم بسیار بزرگ، فقیه، فیلسوف، بسیار شخصی معروف است. با قاضی اشبیلیه ابوبکر در یک محفل بحث شو میشه، هر کدوم شهری چه تعریف میکنه. بعد قاضی اشبیلیه شروع میکنه که ما فلان خیل بنا داریم، فلان خیل مثلا یادگاری ها داریم. ابن رشد میگه که برادر حال این سخنات تی اسمان من هم یک گپ میگم، اگر قبول کردی دیگه حجت به بحث و مباحثه نمیمونه، میگه اگر قبول نکردی توکلت به خدا. همین یک چیز گفت تمام مردم اندلوسیا میدونن. اگر بالفرض در اشبیلیه یگان عالم مرد کتاباش میارن در قرطبه میفروشن، در اشبیلیه او دیگه کتابخوار نیست، کتابا رو آورده در قرطبه میفروشن که نرخش زیادتره. اما اگر در قرطبه یگان حافظ سراینده بمره اسبابای موسیقیش هم میگیرن میبرن در اشبیلیه میفروشن، برای در قرطبه به کسی لازم نیست. سه چیز مایه افتخار مردم قرطبه بود. شهری که مسلمان ها الحمدلله مدت 534 سال در اوج حاکمیت داشتن و دولت میراندن و مردم عالم خاصتا اروپایی را تعلیم تدریس میکردن. سه چیز: اول شرف عزت حمیت اسلامی، ثانیا علم دانش، سوما در لشکر اسلامی به حیث مجاهد شرکت کردن، همچه عسکر در لشکر اسلامی شرکت کردن. ببینید این چه افتخار است. راستی یک قصه شنیدم، در کتابو ندیدم، شنیدم این قصه را، اما بسیار شنویدنی باب است که در همین قرطبه وقتی که میخواستند قرطبه را ضبط کنن، شاههای اسپانی با کمک دیگر دولت ها هر قدر کوشش کردن نتونستن شهر گرفته. از همین خاطر جاسوساشون وارد کردن که کو ببینه این مردم چه خلق هستن که با قوه 10 چندان میایم مغلوب شو کردن نمیتونیم. یکی از جاسوسا وارد میگردد، ببینه یک جوان گریسته است، من میپرسش که سبب گریه چی است؟ میگه در نشان تیرم در نشان رسونده نتونست، تیرم در نشان نرسید. پسرکی 14-15 ساله میگه ببینه که در نشان رسیده است، میگه این بچه گریه نکن، رسیده است این در نشانه. میگه پشت این نشان اون یا نشان دیگر است، من باید تیرم از این نشان میگذاشته در اوش اصابت میکرد. اگر ما با یک تیر دشمن نزنیم دشمن به حد زیاد است ما را احاطه کردیم که دیگر تیر ما نمیرسه برای هر یک دشمن. دیگر در دهشت میمونن که وقتی که جوانی 14-15 ساله با این میل رغبت مشق میکنه، وقتی خالی خودش در مشق میگذرونه، در تعلیم علم میگذرونه، البته اینو مغلوب نپذیرن و می نشینن علمای اروپا سرجم مصلحت میکنن که چیکار کنیم. آخر الامر به قرار میآیند که تا زمانی که در قرطبه فسق فساد پهن نشود قوت ما نمیرسه. زیباترین فاحشه های اروپا را جمع میکنن، خلوت به قرطبه میفرستن. در شهر قرطبه نصرانی ها زیاد زندگی میکردن، مسلمان ها به نصرانی ها کاری نگرفتن. حتی وقتی که میخواستن یک کلیسا را مسجد کنن خریدنش با پول به نهایت کلان، اما خریدن، مجبوری چیزی را از دستشون نگرفتن. یگان ملک خصوصی را از دست هیچ نصرانی نگرفتن. اما وقتی که این نوجوان مردا بالای مسلمان ها غلبه کردن،
مجبور کردن مسلمان‌ها را به قبول کردن دین نصرانی. کسی قبول نکرد قتلش کردن، خانه و در همان بلاشون هم مصادره کردن. انا که شما خود قیاس کنه که کی خونخوارتر است، تاریخش گواه است، تاریخ میدونه، در تاریخ ثبت شده است. قصه کوتاه، وقتی که فاحشه ها میآیند همون در شرابخانه ها جاشو میکنن، شرابخانه های نصرانی، در تاورنه ها، آیسته آیسته جوانای مسلمان به شراب و به همین زنای فاحشه مایل میکنن. فعل حرام زود سرایت میکنه، زود پهن میشود و مردم فاسق فاجر میشوند، مخصوصا جوانا. وقتی که بعد یک چند سال به شهر قرطبه هجوم کردن، اول شخصی که از میدان جنگ ریخت همون جوانی بود که میگریست که تیرم در یک نشان رسیده، در نشان دیگه اصابت نکرد. این احوال به چی رسید؟ شکست ما مسلمانان در آن است که متاسفانه ما فسق فساد بیگانه ها را قبول کردیم، ما تقلیدی به بیگانگان میکنیم و الا خدای بزرگ خود حامی و پشتیبان این دینی بزرگ است، خود حامی و پشتیبان مسلمان است. افسوس و صد افسوس از کی نالیم که از ماست که بر ماست، ما خودمون به دست خود پخش میکنیم، پچق میکنیم. و قصه کوتاه، شهری قرطبه 534 سال در دست مسلمان ها بود. بعدا قرطبه و دیگر همه از جانب نصرانی ها ضبط شد. فقط یک ملک در دست مسلمان ها ماند، ملک غرناطه، گرینادا. تا به حال یک قصر مسلمان ها ساختیان با نام قصر الحمراء، معروف است کراسنایا کریپوس. تا حاضر یک افتخار یعنی گرینادا. سال 1549 تا سال 1549 را مسلمان ها در اروپا مملکت داشتند. شاه اسپانیا فردیناند ملکه اراگون ایزابلا را زن کرد، به نکاح در آورده، یک جایه شده بر ضد همین آخران دولت اسلامی تاختند و مسلمانان را شکست دادند، مسلمانان را بی دولت کردند. جور و ظلم بعد بالای مسلمانان شروع شد. این است یک صفحه پر افتخاری که مسلمانان از خود در اروپا باقی ماندند. بزرگترین علمای عصر میانگی اروپا را اگر ببینیم، مرحمت بکنید اتوبیوگرافی دارم ببینید، فارغ التحصیل قرطبه هستند، در قرطبه اومده درس خوندیان، در اشبیلیا اومده درس خوندیان، در غرناطه اومده درس خوندن. از جمله روجر بیکن، اساسگذار احیای اروپا، اساسگذار رنسانس اروپا، شخصی که با اصول تجربوی آموختن طبیعت بار اول مطرح کرد و سبب پیشرفتن علم تکنیک شد. همه آدم شاگرد مسلمان ها است، در نزد علمای ما علم آموخته است، این تعلیم از ما گرفته است. حضرت علامه اقبال میفرماید حکمت اشیا فرانگیزات نیست، اصل آن جز لذت ایجاد نیست. نیک اگر بینی مسلمان زاده است، این گوهر از دست ما افتاده است. با اصول تجربوی آموختن طبیعت لابراتوریا، این از فرنگی ها نیست، از اروپایی ها نیست. این گوهر از دست ما غلطید، ما مردم خیره سر و بی بصر این گوهر از دست دادیم، اروپایی ها از خود کردن. یکی از سبباش همین تعصب کورکورانه ما شد که متاسفانه علمایی را که با کشف طبیعیات مشغول بدن، در حکم به الحاد و حکم به کفر شو کردن، بیچاره دیگه کسی از ترس جان دست به تجربیات نمیزد. چون عرب اندر اروپا پرک شد، علم و حکمت را بنا دیگر نهاد. دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. دعا میکنم که پروردگار او شرف و عزتی را که از برای مسلمانای متقدم ما عطا کرده بودی، باز یک بار دیگر بر ملت اسلام عطا فرما. پروردگار غیرت، حمیت، ننگ ناموس مسلمانان را زنده گردان تا در هر کاری که به فایده و منفعت چو هست همیشه چابک باشند، همیشه کوشا باشند. و پروردگار توسط کوشش غیرت اسلام عزیز قوت ببخش. خاصتا پروردگار از جوانان توقع زیاد داریم، جوانای ما را از فسق فساد نگه دار و پروردگار اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. آمین یا رب العالمین. ان شاء الله با خیمانده صحبت و با هفته آینده.